با درود و وقت بخیر. سهیل کریم‌فر هستم، مدرس دوره تجهیزات. دستگاهی که امروز می‌خوایم راجع بهش با هم صحبت بکنیم یخچال‌های ویترینی هست. این یخچال‌ها عموماً روش کارشون یکی هست و حالا توی شکل ممکنه متفاوت باشن. نکاتی که توی یخچال برای ما حائز اهمیت هست، لاستیک دور درب یخچال هست. با حواسمون باشه که اثراتی از پارگی و یا خرابی داخلش نباشه. نکته بعدی دستگیره یخچال هست. موقع باز کردن یخچال حتما حواسمون باشه که فقط از دستگیره استفاده بکنیم. اگر از لاستیک اقدام به باز کردن بکنیم باعث پارگی نوار دور درب میشه و عمر نوار رو خیلی کاهش میده. نکته بعدی سالم بودن فن یخچال هست. یه زمان ممکنه اتفاق بیفته که یخچال موتورش داره کار میکنه ولی سرمایه مورد نیاز ما رو تامین نمیکنه. این یکی از عواملش ممکنه فن داخلی یخچال باشه. به چه شکل میتونیم از سلامت فن اطمینان حاصل بکنیم؟ جلوی در تمام یخچال‌ها یه دونه کلید فشاری هست. این کلید زمانی که در به یخچال بسته میشه اون فن اقدام به کار کردن میکنه. اگر کلید رو با دست نگه داریم و اون فن شروع به کار بکنه، پس متوجه میشیم که این فن سالمه و نیاز به تعویضش وجود نداره. مورد دیگه در ارتباط با یخچال اینه که دمای یخچال 8 درجه سانتیگراد طبق دستورالعمل و دمای فریزر منهای 18 درجه سانتیگراد برای ما تعیین شده.